سلام رفقا، من ویدیوگر هستم و خیلی خوش اومدین به یکی از ویدیوهای جدید ما. و رفقا همینجور توی تامنل و تایتل ویدیو دیده بودین قرار امروز بریم که براتون ست فوتبالی زرد اومده و براتون بگم چطوری میشه گرفت. از لایک و بکنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغل کانال رو بزنین که هر ویدیو جدیدی گذاشتیم اون رو از دست ندید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. رفقا ست فوتبالی که قرار براتون شده ست فوتبالی که قرار امروز براتون شده یه ست خیلی فوتبالی خفه نمیشه باش، مثلا که ست متای برزیلی زد و شلوارش و کفشش و دوتا کارت دیگه همین رنگ زرد میرسه تا و اون دوتا برسه. خب این جریانش چطوریه؟ رفقا شما بخواین اول اینو که بگیریم باید اسکوادی با ایچی خود، مثلا کسایی که عدشون داریم داخل گیلدشون زیاد که مهم نیست، کسایی رو که عدشون رو داریم 4 نفر درست کنید، یه دونه اسکواد تمیز بریم پلی بریم. اینو میگیرین، اینو میگیرین و این و گرفتنش خیلی سخته. گرفتنش چطوریه که شما باید دوتاتون مال گیلد باشین، دوتاتون اصلا به یه دونه گیلد باشین، دوتای دیگه تون فرقی نداره به گیلد باشین یا نباشین. خب 4 نفر باید خیلی تا اینجا که میاد، تا اینجا خیلی راحت میاد، ولی گرفتن چون هرچی بازی کنین نمیره جلو. خب و با بچه دوتا بچه گیلد یکی باشه، یکی خودت یکی اون، دوتا دیگهش مورد گیلد دیگه باشه. خب برین 4-5 دست دیگه هم پلی بدین، این ست فوتبالی رو میگیریم. خب ست فوتبالی خیلی ست قشنگیه و همیشه باشید مثلا ست برزیلی تو رو زنید. خب الان ساعت 4 صبح 5 صبح نمیدونم دقیق با اینا میشه زد. خب با اینا میشه زد، اینا خفن بد نیست و اینا جمع میخواد او رایگانه دیگه. اینا فقط همین با اینا میشه زد ولی این ستاش جمعیه. خب این و این که جمعی نیست، اینا جمعیه. اگه جمع داریم بریم بزنین یکی اینو بگیریم، اگه گرفتیم این زیاد قرمز زیاد بار نیست، اینو بگیریم، دوتا سفیدا یا دوتا اینا خیلی قشنگ باشه، میشه باش خیلی ست قشنگ برزیلی تمیزه. رفقا پس ممنونم که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. بعد لایک و بیکن، کانال سابسکرایب کن و زنگوله کانالم بزنین. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.